سلام دوستان عزیز، خداوند جور صحتمند سر حال باشین. بهترین دانلود منیجر کامپیوتر رو براتون معرفی میکنم که به نام IDM می باشه یا اینترنت دانلود منیجر می باشه. بیست دانلودر برای ویندوز است، یعنی بهترین دانلود منیجر برای ویندوز است که اکثریت شما با آشنایی دارید که از لحاظ سرعت، از لحاظ کیفیت دانلود خیلی بالا هست، ولی یک پرابلم از دوستا که فری نیست. من میتونم براتون تیچ بکنم که چگونه میتونید به شکل رایگان استفاده بکنیم بدون استفاده از سافتورهای کرک و غیره اپلیکیشن های دیگه که بر شما را کرک بکنه. ولی اینجا یک پرابلم از دوستا، اگر من ایره تکمیل این ویدیو رو براتون پرتم اینجا، یوتیوب ما را بند میکنه. پس من ایره در این ویدیو فقط بر شما چی میکنم، نتیجه کار را براتون نشان میدم. ولی شما دوستای عزیز میتونین پارت دوی ویدیو را در تلگرام چنل ما که در لینک دیسکریپشن براتون میمانم اونجا شما ببینین. اگر بریم این سفرم بگیم بر من دوباره نشان ندی، بریم در رجستریشن، میگه رجستریشن آیدی مز رجسترد. اگر بالاش کلیک کنیم ببینید دوستان میگه رجسترد لایسنس تو غفوری. موفق کامگار باشین. این هم بود ویدیو آموزشی ما. تشکر از توجهتان. کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، شامل کانال تلگرام ما هم باشین دوستان. موفق کامگار باشین.